همسایه مانند خانواده انسان است. ناموس، آبرو داشتن و نداشتن همسایه مانند آبرو و ناموس خودت می باشد. بدترین انسانها کسی است که چشم بد به دختر و زن همسایه دارد. ملعون است، ملعون کسی که همسایه‌اش از دست، زبان و چشم او در عذاب است. آنچه از احکام الهی و درس سیرت آن حضرت و زندگی همسایگی یاران پیامبر به ما رسیده، همسایه چنان حق و حقوقی دارد که گویا همسایه وارث انسان است و مانند یک خانواده. چشم بد به دختر همسایه مانند باز کردن این دو تیر شیطان بر دختر خود و همسر خود می باشد. پس مواظب باش.